امیدواریم که لذت برده باشین از این کار و همراه ما باشین با مثبت آموزش. 30075 رو فراموش نکنید، حتما با پیامک بدید و هر سوالی که از میهمان برنامه‌مون دارید 30075 بفرستیم، همینجا داغ داغ پیامکاتون رو میخونم و سوالاتون رو میپرسم. اما میخوایم بریم سراغ میهمان بزرگوار بعدیمون که در کنار بنده هست، سرکار خانم نازیلا سیچهلی فرجاد، یک کارشناس ورزشی حرفه‌ای و یک کارآفرین جوان که در حوزه اسکیت برای دختر خانوما خیلی فعالیت ویژه‌ای دارین. بله. خب ما در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون حضور پیدا کردم و اگر بشه که امروز یه نکته مثبت، حالا مثبت آموزش هست اینجا، حتما نکات خوبی در جریانه، ولی اگر بشه یک نکته مثبت هم بگیم که اگر کسی بیننده هست اون رو بگیره بسیار فوق‌العاده میشه. انشالله. خانم فرجاد یکم بیشتر توضیح بدین حوزه فعالیتتون چه کاری انجام میدید که من سوالامو آماده کنم بپرسم و بیننده ها اگر سوالی داشتن برای ما 30075 بفرستن. واقعیتش بولترین کاری که من در زندگیم، برجسته ترین کاری که انجام دادم، به لطف خدا در 18 سالگی مجموعه ورزشی رو در واقع ایجاد کردم که تونستم در اون زمان یک کارآفرینی خوبی برای جوانها داشته باشم. بله. و پس از اون هم در این سالها در واقع مسیر رو ادامه دادم و اون چیزی که پررنگ‌تره و در واقع حائز اهمیت این که تلاش و پشتکار و مهارتی که در کودکی و در نوجوانی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت کنم رو کسب کردم، تونستم ادامه بدم و از اون به بحث کسب و کار و کارآفرینی برسم. ماشاءالله، خدا قوت. خب اون مجموعه که ایجاد کردین همون ابتدا در چه حوزه‌ای بود؟ بخوام یه کوچولو به عقب‌تر برگردم که برای بیننده ها هم در واقع ملموس‌تر باشه، من در 13 سالگی مربیگری رشته ورزشی اسکیت رو آغاز کردم. در 8 سالگی من در واقع اسکیت رو فرا گرفتم و در 13 سالگی شروع کردم به آموزش دادن. نکتهش این هستش که حالا یه سوالی که معمولا ازم میپرسن این که اون اعتماد به نفس از کجا آمده که در 13 سالگی من میتونم شروع کنم به کسب درآمد. ببینین افکار در واقع موفقیت رو باید در خودمون شکل بدیم. بله. یعنی ایجاد کنیم همیشه و بعد بر اون استوار باشیم. در 13 سالگی من شروع کردم به آموزش دادن و بعد دنبال رسیدن به نقطه‌ای بودم که بتونم یک کسب و کار ورزشی رو ایجاد کنم که در 18 سالگی تونستم این کار رو انجام بدم. خب سختی‌های زیادی رو پشت سر گذاشتم ولی همیشه استوار خدا رو شکر حرکت کردم و همچنان هم یعنی در مسیری که شما شروع می‌کنی تا به در واقع اون قله‌ها برسی، مهم این هستش که بر اون مهارتت و خلاقیتت تکیه کنی و بعد هم پایدار بمانی. درسته. فعالیت شما خب خیلی خاص هست. نگاه کنید یه سری فعالیت هستن کسب و کارهایی که خب درآمدشون معلومه، وارد میشین همه چی آماده است، ولی خطرپذیری شغل شما خب میتونه بالا باشه و چه چالش هایی داره این فعالیت ورزشی و اینکه یه سری افراد دور هم دیگه جمع کنیم مربیشون باشین؟ یه دیدگاه غلطی که متاسفانه وجود داره حتی نسبت به ورزش که افراد فکر میکنن که ورزش میتونه شغل دوم هر فرد باشه. یعنی یک فرهنگی که شاید از گذشته خانواده ها وجود داشته در مورد ورزش و هنر به این صورت بوده که نمیتونه یک رشته اصلی درآمدزایی ما باشه. بنابراین این نهادینه شده در اذهان که شما ورزش رو زمانی میتونی یا انجام بدی که به عنوان درآمدزایی شما شغل دیگری رو داری و بعد این میشه شغل دوم، یا اینکه شما به عنوان علاقه میتونی این کار رو انجام بدی و یا اینکه ثروت فراوانی داشته باشی که بتونی در این حوزه اقدام کنی. در واقع من حداقل به عنوان یک کیس که از کودکی در ورزش پایدار، یک مورد که در کودکی در واقع این رو آغاز کردم از نوجوانی و هنوز هم افرادی که من رو میشناسن میگن چقدر جالب که سالها در حوزه ورزش موندم و در واقع هیچ شاخه‌ای رو فراتر پام رو نگذاشتم، چون هم علاقم هم تحصیلاتم و هم در واقع فکر میکنم ورزش صنعت اتفاقا به روز و پولساز دنیا هست و لزومی هم نداره که این دیدگاه رو داشته باشیم که در واقع شغل دوم یا کار دوم. فرمایش شما در مورد اینکه چالش برانگیزه، بله، همه در واقع شغل‌ها و کارهایی که ما آغاز میکنیم چالش برانگیز هستند، اما به نظر من اون فرد و دیدگاهشه که اون چالش ها رو میتونه در واقع به ثبات برسونه یا اینکه در اونها فرد غرق بشه و بعد مسیرش رو کنار بگذاره. درسته. میخواستم بپرسم که خب دختر خانم هایی که علاقه دارن وارد این حوزه بشن،
یا دوست دارن مثل شما یک باشگاه ورزشی داشته باشن، کسب و درآمد کنن، از کجا شروع کنن؟ یه چند تا از این فوت کوزه‌گری‌ها رو به ما بگین که دوستان بتونن استفاده کنن ازش. درست. اتفاقا سوال بسیار حالا در واقع عالی پرسیدین، به خاطر اینکه اکثرا این سوال رو از من میپرسن که آیا این کاری که شما انجام دادی و این مسیری که اومدی مال دنیای، حالا خب من 38 سالمه، در 18 سالگی این کار انجام دادم، در 20 سال قبل، ولی همکنون هم که من در دانشگاه در واقع جوان‌ها رو میبینم و تدریس میکنم، به اونها هم عرض میکنم ببینید هیچ چیزی عوض نشده. درسته مسیرها ممکنه سخت‌تر، شرایط اقتصادی بالا و پایین روزگار رو داره، اما نکته‌ای که وجود داره، من معتقدم همه چیز از خود فرد آغاز میشه و بعد هستش که اون چالش‌ها و اون دنیای بیرون به عنوان مشکلات میتونه به تو غلبه کنه و یا غلبه نکنه. نکته مهم اینه که بهره‌وری یک قانونه. یعنی اگر ما صد خودمون رو در هر چیزی بگذاریم، کار درست رو انجام بدیم و اون کار درست رو در بهترین حالت خودش انجام بدیم، قطعاً به اتفاق خوبی میرسیم. یعنی نسخمون رو داریم در واقع به دنیا ارائه میدیم و خداوند هم اون رو میبینه و حتما اتفاق خوب برامون رقم میخوره. این که فرمایش میکنین بحث خانم ها، حالا خانم ها آقایون فرق نمیکنه، نسل جوان، ولی شاید بیشتر خانم ها باید من خیلی رو مهارت در واقع نکته‌ای که دارم این هستش، هر مهارتی فرد زبان انگلیسی رو بلده. من خودم خاطرم هست یک زمانی قبل از اینکه مجموعه دار باشم زبان انگلیسیم خوب بود و انگلیسی تدریس می‌کردم. مهم این هست که برای خودم مهارت‌هایی رو کسب کردم، حتی کوچیک. هر فردی الان تو دنیای امروز میتونه یک مهارتی رو برای خودش ایجاد کنه، یک رشته ورزشی یاد بگیره، یک رشته درسی رو توش مهارت داشته باشه، یک هنری رو یاد بگیره و بعد از اون شروع کنه به کسب درآمد. و بعد اتفاقی که میفته، خود اون کسب و کار رشد میکنه. نیاز نیست کار سختی یا کار خیلی پیچیده‌ای رو از یه دنیای غیر واقعی رقم بزنیم، کافیه تو اون مسیرمون استوار بمونیم. در واقع درها قطعاً باز میشه. من میگم اگر حتی یک کسب و کاری تبلیغات و بازاریابی گسترده‌ای هم نمیتونه داشته باشه، اصلاً درآمدی یا مثلا سرمایه‌ای هم اندوخته برای اینکه حالا یک استراتژی بازاریابی داشته باشه، بنویسه، تبلیغات گسترده کنه، نداره، هم مثلا یک فردی که تازه شروع کرده با یک مشتری میتونه تبلیغات خودش رو دهان به دهان شروع کنه و اون مشتری براش مشتری. یعنی لزوما این که شما یک سرمایه اولیه برای تبلیغاتت هم نداری مهم نیست. و اتفاقا الان که از 20 سال پیش بهتره، بخاطر اینکه شما قبلا باید حتما یک مغازه، یک فضایی رو اجاره می‌کردی، یک شرکتی، ولی الان تو فضای اجتماعی و اشتراکی و اینها میشه در واقع هر چیزی رو شروع کنی و ازش کسب درآمد کنی. و من فکر می‌کنم یک کم منصفانه تره که بگیم الان یکم ساده تر شده، اما خب به هر حال مسائل اقتصادی بی تاثیر نیستش، اما ما باید استوار بمونیم. خب خانم فرجاد، من دوباره سوالمو میپرسم. بفرمایید. یک نفر میخواد از صفر شروع کنه مثل شما، یه مجموعه ورزشی داشته باشه، یه خانومی که همسن و سال شماست، دوست داره کسب درآمد کنه، چی کار کنه؟ بره یه مجموعه بگیره، باید بره مجوز بگیره، باید بره اسکیتشو بخره اگر مربی اسکیت، چی کار باید بکنه؟ چند تا مرحلهشو بگین دوستانی که میخوان وارد بشن توی این حرفه اجراش کنن. الان خدمتتون عرض می‌کنم اگر که سرمایه‌ای دارد برای این کار، که خب مسیر آسانه، یعنی به هر حال میره به ادارات گوناگون مراجعه میکنه، از شهرداری‌ها ممکن اصلا فرضاً عرض می‌کنم یک مجموعه‌ای در اختیار یک ارگان دولتی به جز شهرداری‌ها هم باشد، میره و در واقع اونجا رو اجاره میکنه. بله، باید جواز رو از اداره ورزش و جوانان کسب کنه حتما. و پس از اون در واقع کارش رو شروع کنه. خب قطعا نیاز به یک تیمی داره که اون تیم بتونن کمکش کنن در بحث مربیگری، در بحث حالا کارهای اجرایی، و یک پرسنلی رو نیاز داره. برای شروع کردن اگر سرمایه داشته باشه به این صورت، اگر نه کسی هست که در آرزوش و در آرمانهاش این هستش که به مجموعه ورزشی برسه ولی الان سرمایه‌ای ندارد، قطعا بهترین حالتش این هستش که یک رشته ورزشی رو فرا بگیره، مربیگری اون رشته رو شروع کنه، از مربیگری کسب درآمد کنه تا بتواند سرمایه رو جمع کنه. اما الان بسیار میبینم کسایی که شراکت میکنند و از مهارت یک مربی استفاده میکنن. شما فرض بفرمایید یه خانومی که مربی یک رشته مثلا بدنسازی یا هر شنا یا هر رشته دیگری هست و خیلی پرمهارت، فردی که این سرمایه رو در اختیار داره میاد و با ایشون اشتراکاً کار رو ایجاد میکنن و
در واقع سود رو و منافع مالی رو تقسیم میکنن. این هم به یک صورت میشه. اما مهمترین، چون شما فرمودین بحث نوجوانان، من داشتم توضیح میدادم که اگر در افکارشون این رو دارن، این چیز دور از ذهنی نیست، اینکه من باید حتما سرمایه‌های میلیاردی داشته باشم تا بتونم بعد کسب و کار ورزشی داشته باشم. و ضمن اینکه کسب و کار ورزشی اینقدر آقای زینو گسترده است، لزوما بحث باشگاهداری نیست. تولید کننده خدمات ورزشی، در واقع کسانی که تولید محتوا برای بحث‌های ورزشی میکنن، کسانی که شرکت‌هایی رو دارن و بحث بازاریابی‌های ورزشی میکنن، یا اصلا مسابقات ورزشی برگزار میکنن، همایش‌ها، رویدادها و فعالیت‌های دیگری که در حوزه ورزش جاش بسیار همچنان هم جا برای فعالیت گسترده است. درست. خانم فرزود، خاطره‌ای داریم برای ما تعریف کنین از این دورانی که داریم میگذرونیم، به هر حال موفقیت هایی که کسب کردین، خاطره‌ای باشه که حال دل ما رو خوب کنه؟ خب خاطره که واقعا من هر روز با کارم چون زندگی میکنم و دیگرانی هم که من رو میشناسن میدونن که به صداقت من همینم. یعنی هر روز با تمام چالش هایی که مواجه میشم و بعضی اوقات میگم همه چیز واقعا اتفاقات بد داره رقم میخوره، اما من میدونم که در پس اینها حتما یه اتفاق خوب و خیریتی هستش و من با انرژی به کارم ادامه میدم. اما حالا میتونم بگم چیزی که حالمو خوب میکنه، خاطره که خب واقعا از کودکیم انقدر فعالیت متعددی داشتم که خاطرات بسیار. اما یه نکته، زمانی که ببینین به نظر من چیزی فراتر از پول وجود داره. یعنی زمانی که شما به یک حالت متعادلی میرسین، دیگه پول و شما رو نگه نمیداره در رشتت و اینکه ادامه بدی. اون حال خوبت و اون لذتی که میبری، اون علاقه هر فرد به شروع کسب و کارش واقعا مهمه که واقعا دلی باشه. اما داشتن دوستان خوب و حس خوب چیزیه که شما تا سالها و تا پیری و تا جوانی و میانسالی، خیلی‌ها به من میگن شما فهمیدین چی حالمون رو خوب میکنه؟ یه خاطره بگین حالمون رو خوب میکنه. خیلی از من میپرسن چی باعث میشه انقدر ادامه بدی حتی هنوز هم؟ این که اتفاقی که رقم میخوره در درون آدمه. وقتی تو فکر میکنی مفیدی و در دنیا آمدی که یک اثری از خودت ماندگار به جا بذاری، حالت رو خوب میکنه. یعنی لزوما میخوام بگم دنیامون رو باید در ذهن خودمون اول واقعا گسترده کنیم. یعنی اینا حرفاییه که من دارم باش زندگی میکنم و واقعا حالت این که من بخوام لزوما در آنتن عرض کنم نیست، شعاری نیست. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین که همراه ما بودین. سرکار خانم فرجاد، ازتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم، خوشحال شدم. ان شاءالله که همیشه روز به روز موفق تر باشین. سلامت باشین، بزرگوارین. ممنون از شما، ممنون از بیننده ها، تماشاگران. زنده باشین. خیلی ممنون که همراه ما بودین. امیدواریم که آخر هفته خوبی رو سپری کنید.